خب دوستان عزیز، ابزار مهمی که میخواستم بگم چاقوه که خیلی مهمه تو کار صنایع دستی چرم. این چاقو از تیغه فولادی هستن، حتما با تیغ فولادی باشه که فرمشون هم به همین صورت که میبینی تو بازار موجود هست. نحوه دست گرفتن این چاقوها حتما باید به این صورت که دست من میبینید، انگشت اشاره و کناریش پشت چاقو و شست روی این کنار باشه. و برای تیز کردنش هم از سنگ های چاقو استفاده میکنیم که تو بازار موجود هستن که معروف ترینشون هم سنگ های کل اسبیه و تیز کردنش هم به همین صورت میری انگشت اشاره قرار میگیره روش و به این صورت به سمت جلو و بعد چاقو بر میگرده. به همین صورت دوباره چندین بار تکرار میکنیم و نحوه گرفتنش هم به همین صورت که میبینید. غیر از این صورت بگیرید اشتباست و برشمون رو انجام میدیم. و اگر کندم شد و دیگه با این سنگ ها تیز کردن ممکن نبود، حتما با دستگاه برقی سنگی که همه جا هست یا خودتون هم داشته باشید میتونید مجددا تیز کنید و دوباره از همین سنگ چاقو استفاده کنید. بنده رو لایک کنید و سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای من مطلع شوید. سپاس و ممنون.